بچه اومدیم براتون یه ویدیو کلش نابودش نمی کنن یه جا که نابود بشه اینجا رو که نابود میکنن نیروهامون رو بزنن برای این مثلا میگن وقتی روخانی میکنه میگن اینجا و آنجا اینه میگن اینجا و اونجا بزن یه عدشم اینجا بزن باید خوب اینا رو بزنن که جا بیشتر باشه این الان اینا رو اینجا میزنم با جا خوب باشه ششونو بخوریم کلن دیگه رفتیم چون من زیاد کار داشتم امروز دیگه نتونستم یا براتون ویدیو خیلی قشنگی بگیرم اینجا زیاد براتون جنگ نمیگیرم پس بریم توی قایقی زیاد براتون اصلا جنگ نمیگیرم چون خوش نیست تا 21 ساعت دیگه 2 ساعت دیگه هم باید دوباره بیام تو کلش بریم اینجا براتون جنگ عالی کنیم خب اینجا که پول و خون و سکه و خون و کپسول چی بود اسمش نفت زیاد است الان اینجا درست میتونه با یه نیرو بزن من فقط اینجا نمیشه با یه نیرو زد تو تانکشون پیشم من میخوام الان فقط هدفم اینه که این چیزا رو داره میشه یادم نمیاد به خود یعنی هدفم همین نه برای بازی یا نشون شماها بدم صاف میشن اینا ما تا آخر میمونه الان ساده چی بود گذاشت بود ساده بود باید الان نشونتون میدم مال منو ساده ترین چیز بود حتی به نظرم خیلی عالی باشه نیرو سازی اینجوری باشه مال من که رو ساده میتونم اینو الان کنم اینجوری وقت 12 ساعت تو یه روز با زیادم شامو بزنم لول چند چهار یکم سخت نگیری 10 ساعت شاید البته بیشتر از بود بریم 3-4 تا جنگ دیگه براتون کنیم هدف پول نیست هدف همین 4 تاست ببخشید یکم شاه رو نظر گذاشت شاه باید نیرو انتخاب
احتمالا شاه برام نیست. آره احتمالا ای از اینو قبلا میترسیدم، گفتم جنن. به سخته بیچاره، اینو سخت بود بزنی، این هم سخته بیچاره بزنش، ملکه خودش داره. بابا یکم آسون بیایید، اونجا آسون بود دنبال شاه میگشتم، اینجایی که سخته الان میگم با یکم آسون باشید. هنوزم این مثلا دفاع خودش داره. برای یه نیرو مثلا قبلا باز میگم هنوز من خونم لول 8. قبلا که زودتر باز میگم ما کلا مثلا خونم که لول 1 بود کلا میگفتم فراوان، نمیدونستم شاه بیاد خیلی بازم سخت‌تر میشه. الان این سخت نیست. هدفونم اینه که پولا رو دست بیاریم، اونا رو جمع کنیم صافن. بو چقدر بزن تمامن بابا. پیروزم بعد 10 سال فکر کنم گیرم اومد. یعنی جنگ نکرد، کردم بعد از 10 سال گیر اومد. خداحافظ تا ویدیو بعد.